رحیم. امروز داستانی از صحابه پیامبر نقل می‌کنیم، صحابه‌ای که صاحب اسرار و راز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. ایشون شخصیتیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه وقتی حذیفه صحبت میکنه صحبتاشو تصدیق کنید، قبول کنید، و این نکته‌ایه که پیامبر روش اشاره کرده و اهمیتیه که در مورد این شخص هست، صاحب اسرار پیامبر، حذیفه ابن یمان. بله، حذیفه ابن یمان شخصیتیه که صاحب اسرار پیامبر هست. ببینیم این شخصیت چگونه هست و چگونه مد نظر هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد حذیفه ابن یمان گفت وقتی که مسلمان شد دوست داری جزو مهاجرین باش و اگه دوست داری جزو انصار باش، هر کدوم از این دوتا رو میخوای برای خودت انتخاب بکن. این رفتاریه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با حذیفه ابن یمان داره زمانی که حذیفه مسلمان میشه. خب دقت کنید این نکته خیلی قابل تأمله. وقتی که ایشون در مکه با پیامبر ملاقات میکنه این انتخاب رو پیامبر به ایشون میده. ببینیم حذیفه ابن یمان چه بود و چرا این گونه شد که پیامبر بهش گفت که هر کدوم از این دوتا رو میخوای انتخاب کن، مهاجر باش یا انصار. یمان پدر حذیفه، خوب دقت کنید، یمان پدر حذیفه که اصالتا مکی هست، از قبیله بنی ابز هست، قبیله بنی ابز. اینا یک اختلاف خونی پیش اومد، به اختلاف قبیلگی پیش اومده بود، ناچار شد مکه رو رها کنه، برای امنیت خودش به مدینه ترک بکنه، بره در مدینه زندگی کنه که اون موقع اسمش یثرب بود و هم پیمان میشه با قبیله بنی عبدالاشهل، بنی عبدالاشهل، و با اونها ازدواج کرده بود و بالاخره زندگی تشکیل داده بود و فرزندی هم خداوند بهش داده بود که اسم اون فرزند رو گذاشته بود حذیفه. بالاخره شرایط این گونه بود که وقتی که موانع برطرف شده بود، این پدر ابو حذیفه به عبارتی این یمان چیکار میکرد؟ با مکه گاهگاهی رفت آمد داشت، میرفت و میومد و بالاخره ولی در مدینه مستقر بود و بیشتر اوقاتش و زندگیشو در مدینه داشت و در مدینه میگذروندش. زمانی هم که اسلام بالاخره در جزیره العرب شکل گرفت، اسلام همینجوری رشد کرد و این نکته‌ای بود که خب خیلی مهم بود. تو همین چنین شرایطی ما دقت میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اسلام در جزیره عرب رشد کرده، همه جا اسلام بالاخره ریشه زده بود. یمان پدر ابو حذیفه هم جزو همون گروهی بود که در هیئتی بود که هم به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده بودن و اسلام آورده بودن و قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت بکنه. پس در واقع حذیفه، نگاه کنید، در واقع حذیفه شخصیتیه که میشه گفت اصالتا مکی هست، اما در مدینه چیکار کرده؟ رشد پیدا کرده. حذیفه در خب خانواده مسلمان رشد پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه زیر نظر دو تا پدر و مادری که در اسلام سبقت داشتن و هنوز که میشه گفت تمام ذات و وجودش با دیدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که وقتی پیامبر باز هجرت کرد خب شرایط ایمانیش خیلی بیشتر بود. این بود که حذیفه خیلی علاقه داشت که همیشه به دیدار پیامبر خدا بره و از لحظه‌ای که اسلام آورده بود همیشه به دنبال این بود که سخن پیامبر خدا رو بشنوه، اوصاف ایشون رو بشنوه و یک ولع و یک علاقه زیادی در این مسئله داشت. و حتی وقتی گفتیم که ایشون هجرت کرد به مکه رفت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد، پیامبر ایشون رو دید، بعدش سوال کرد اما مهاجر، بعد پیامبر این از پیامبر گفت آیا من مهاجر هستم یا انصار ای رسول خدا؟ پیامبر گفت خودت میتونی انتخاب کنی، دوست داری از مهاجرین باشی انصار، هر کدوم برای خودت انتخاب کن. گفت یا رسول الله من ترجیح میدم انصار باشم، چون بالاخره اونجا بزرگ شده بود، کنار اونها بود. و از لحظه‌ای هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد حذیفه دائما مثل یک چشم همراه پیامبر بود. نیا کنید کلمه چشم رو که در لغت عرب میارن یعنی محرم اسرار، مثل یک نیرویی که همه چی رو میپاید. حتی مثلا بعضیا میگن نیرو مأمور مخفی، یک اصطلاحیه که برای عین در لغت عرب میره، میگه فلانی برای فلانی مثل عین بود، یعنی مأمور مخفیش بود، مثل چشم و گوشش بود، همه چی رو داشت بررسی میکرد. و حذیفه هم همین گونه بود برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در همه جنگ ها همراه رسول خدا بود جز جنگ بدر. حالا داستان جنگ بدر هم قصه ای داره برای خودش که چی شد که در جنگ بدر نتونست حذیفه شرکت کنه. حذیفه میگه که من و پدرم در زمان جنگ بدر بیرون از شهر مدینه بودیم،
داشتیم می اومدیم که به سپاه مسلمانان ملحق بشیم که کفار قریش ما رو گرفتن، گفتن کجا دارید میرین؟ گفتیم میخوایم بریم مدینه. گفتن آیا میخواید برید پیش محمد؟ گفتن نه، ما میخوایم فقط بریم مدینه، قصد دیگه ای نداریم. اونها گفتن نه، ما شما رو آزاد نمی کنیم مگر به ما عهد پیمان بدید که شما هرگز محمد صلی الله علیه و سلم رو چیکار نکنید، حمایت نکنید و هرگز در جنگ ها کنارش نباشید. در این صورت ما شما رو آزاد میکنیم، مگر نه دیگه بالاخره شما رو میکشیم و خودتون میدونید. ایشون میگه خب ما هم دیگه در شرایطی بود قرار گرفتیم که ناچار شدیم این رو بپذیریم. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره از جنگ بدر برگشتند و ما ایشون رو ملاقات کردیم، به ایشون گفتیم یا رسول الله خب ما تکلیفمون چیه، چه کنیم؟ میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که نه، این عهد و پیمان رو دور بندازید و به خدا توکل بکنید و دیگه نگران نباشید. از اون به بعد در تمامی جنگ ها، غزوات و سرایا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که و حضور داشت، حتی میفرست از حذیفه بن یمان شرکت میکرد و واقعا از خودش هر گونه جهاد، هر گونه مقابله، هر گونه جانفدایی رو به نمایش میگذاشت و جالب بود که خب از این جنگ ها هم صحیح و سالم و سلامت همیشه بیرون می اومد. اما پدر ایشون یمان در یکی از این جنگ ها شهید شد و این هم داستانی داره. شهادتش هم توسط شمشیر مسلمانان بود، یعنی در یک خطایی رخ داد که پدرش به شهادت رسید. داستان رو اینجوری نقل میکنیم که نقل شده بر اساس اون موارد تاریخی. میگن زمانی که جنگ احد بود، خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یمان رو و ثابت ابن قیس رو در همون قلعه هایی که زنان و کودکان در مدینه بودن قرار داد برای حفاظت اینها و گفت خب شما چون سنتون زیاد هست و بالاخره پیر هستید، بهتر اینجا باشید، از این زنها دفاع کنید. اما وقتی خبر جنگ به اینها رسید که جنگ خیلی داغ شده در احد و شرایط حساس شده، میگه یمان به اون دوست خودش گفتش که فلانی ما طاقت نمیاریم اینجا بمونیم، مگه ما چی هستیم که صبر بکنیم اونها اونجا بجنگند و فلان، من که تحمل ندارم، باید بریم و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفاع کنیم و بریم بالاخره ما هم شهادت نصیبمون بشه. میگه آیا سزاوار نیست که ما شمشیر برداریم و بریم؟ میگه میریم که ما هم در حمایت رسول خدا همراه بشیم. میگه شمشیر رو برداشتن به این امیدی که بیان به شهادت برسن. ثابت ابن وقش، من ترجمه کردم اون موقع قیس گفتم، ثابت ابن وقش میگه خداوند شهادت رو نصیب این کرد توسط مشرکان، اما یمان که پدر حذیفه باشه در اون شرایطی که خب جنگ، خب میدان جنگ تن به تن بود و شرایط نمیشد که گاهی درست تشخیص داده بشه، خیلی از مسلمانان متوجه نشدن که گروهی از مسلمانان داشتن می‌جنگیدن، فکر کردن که یمان از گروه کیه، مشرکین عرب هست، در حالی که حمله کرده بودن بهش و اون مونده بود چه کار بکنه از خودش. حذیفه صحنه رو دید، هی صدا می‌زد این پدر منه پدر منه، اما خب سر صدا زیاد بود، اونها نشنیدن و توسط مسلمانان و اصحاب پیامبر اینجا این بود که به اشتباه به شهادت رسید. و میگن وقتی حذیفه دیگه فهمید که پدرش کشته شده، گفت خدا پدر منم بیامرز و بالاخره خداوند ارحم الراحمین، اون کسایی هم که این کار کردن خدا مورد بخشش قرار بده. بعد از پایان جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست که بالاخره دیه پدر حذیفه رو بده. حذیفه گفت نه یا رسول الله، پدر من خواهان شهادت بود، خواهان این بود که در راه خدا شهید بشه و خداوند همین رو نصیبش کرد. حالا این گونه اتفاق افتاد و اشتباهی بود و من این دیه‌ای که شما میگید صدقه میدم در راه خدا برای مسلمانان و این سبب شد باز ارزش و منزلت حذیفه نزد رسول خدا بالاتر بره. نکته‌ای که خیلی وجود داره و خیلی اهمیت داره در مورد حذیفه بن یمان این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حذیفه رو کاملا تحت نظر داشت. میدید که این چه صداقتی داره و چه ظرافتی داره و چقدر انسان تیز و حکیمی هست و متوجه بود که حذیفه وقتی تو مشکلات قرار میگیره یا در یک شرایطی کسی قرار میگیره راحت میتونه مشکلات رو حل بکنه و بر همین اساس در هر موردی که اتفاق میافتاد سعی میکرد از حذیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یکی از محرم اسرار خودش، یکی از نیروهایی که بهش قابل اعتماد بود استفاده بکنه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم یکی از موارد ویژه‌ای که همیشه در زندگی ایشون داشتن این بود که همیشه باید از اسرار دشمن خودشون آگاه می‌شدن. اینطور نبود که غافل باشن، چون می‌دونستن دشمن در حال نقشه است، در حال برنامه‌ریزی، مشرکان، شورشیان، بت پرستان، بدخواهان می‌خوان ضربه بزنن و به هر طریقی می‌خواست بالاخره ببینی اونها چه می‌کنن، آمادگیشون چجوریه، سلاح تجهیزاتشون چیه، برنامه حملهشون چیه و از هر کسی در شرایط مناسب
استفاده میکرد و یکی از مهمترین مواردی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درش قرار گرفته بود وجود منافقین و یهودیانی بود که پیمان شکنی کرده بودند و در مدینه با مسلمانان زندگی میکردند و پیامبر میدونست که نمیشه از مکر و حیله این منافقان و این یهودیانی که در اونجا بودند و پیمان شکنی کرده بودند در امان باشند. سر همین یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حذیفه رو خواسته بود اسامی این افرادی رو که میدونست از منافقین وجود دارن و ممکنه به مسلمانان کینه ای رو بالاخره اجرا کنن، نقشه ای یا دشمنی رو، اسامی اینها رو به حذیفه داده بود و حذیفه صاحب سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. چرا این اسامی رو پیامبر خدا به حذیفه داده بود؟ چون پیامبر نمیتونست که به همه بده، چرا که اونجا بین مسلمانان اختلاف میشد، تفرقه میشد، ممکن بود که بالاخره برخورد بشه، از بیرون دیگران نگاه میکردن مسلمانان هم دیگر دارن میکشن، چون منافقا میومدن نماز میخوندن. حالا قرآن درست صفات منافقان رو نشون میده که نمازو با سستی میخوندن، منافقان مثلا حرفا بهانه میگرفتن و دنبال مثلا اختلاف بودن، اما در واقع در بطن مسلمان ها بودن مثل خود مسلمان ها. این بود پیامبر اسامی منافقین رو به حذیفه داد، اسامی اینها رو به حذیفه داد و از اون روز به حذیفه گفته بود اینها رو تحت نظر بگیر، ببین اینها چه میکنن و به همین اساس ایشون صاحب راز رسول خدا صلی الله علیه و سلم شناخته شد. حالا تا همینجا داشته باشید که داستان خیلی حساسیه که در یکی از مواردی که پیامبر از حذیفه استفاده میکنه برای یک شرایط ویژه‌ای که مسلمانان درش قرار گرفته بودن که هر لحظه ممکن بود مسلمانان نابود بشن، داستان خیلی قابل تأمل و زیبایی که انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهم داد.